ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоъотии ахборот мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. 11 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. Сафари кории сарвари давлат ба вилояти Суғд аз ноҳияи Айни оғоз ёфт. Наврӯз Сафаров ва Баҳодур Қурбонзода гузориш медиҳанд. 11 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. Сафари кории сарвари давлат ба вилояти Суғд аз ноҳияи Айнӣ оғоз ёфт. Дар фурудгоҳи марказии ноҳияи Айнӣ сарвари давлатро сокинон, намояндагони касбу кори гуногун ҳамчун ба фарзанди фарзонаи миллат гарму самимӣ истиқбол намуданд. Ассалому алайкум. Садоқати самимонаи мо ба шумо, пешвои муаззами миллат. Марҳабо бар суғди гулшан, эй муаззам пешво. Халқи тоҷик шуд музаффар аз ҳузури пешво. Шаҳру деҳа шуд баробар, баски ободӣ чунин, ҷашну озодӣ, фаровонӣ, сурури пешво. Зиндагӣ пурфайз гардиду фаровон аз шумо. Кӯчаю гулгаштҳо чун боғу бӯстон аз шумо. аз саломи ҳар яке резад чу гавҳар меҳри халқ. ҳурмати мо бар шумову меҳрборон аз шумо. хуш омадед пешвои муаззами миллат ба Суғди Бостон. ба муносибати ташрифи меҳмони олимақом президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аҳли фарҳангу ҳунари ноҳия барномаи мукаммали театркунонидашударо ки тараннумгари таъриху фарҳанг, ватандорӣ ва сулҳу суботи комили кишвар аст пешниҳод гардониданд. маврид ба зикр аст ки ҳар як сафари президенти кишвар ба ин ва ё он гӯшаи диёр пайки шодию нишод, оғози марҳилаи нави бунёдкорӣ ва беҳтар гардидани сатҳи некуаҳволии мардум мегардад. در سوق زمینی باستان ایدی نوست تشریفی مبارک از تو توحیدی نوست با مخدمی پیشوای میلت در سوخت بنیادی نوست تو پیک تجدیدی نوست از خلای کوها صدا آمده است پیغام خوش و نور و صفا آمده است جان صدقه به چرخ بالی زیبا باد آیا با کمرمی پیشوای ما آمده است در سود و زرفشان چون مبارک بالی از ده به ده افتخار و شالی رشی رهی پیشوا گلفشان باشه ما با شکر سعادت کی همه آبادی با شکر سعادت کی همه آبادی پیشوا شمسی خاور مرحبا خوش آمده دوری دیده تاج سره رهنما خوش آمده تاجیکستان شد منور شمسی تابانش شما خانمان آباد شد نور و صفا خوش آمده پیش رفتی این دیار است مقدمی خیری شد
شما بحری پیر و نوجوانه مقتدار خوش آمده بحری پیر و نوجوانه مقتدار خوش آمده مردمی ما سر نرفته از مهربانی شما تا ابد مهری شما در دل بقا خوش آمده رهنمایی شما بر آب و بخشد روحی نم پیشوا بر ما معظم نزد ما خوش آمده پیشوا بر ما معظم نزد ما خوش آمده خوش آمده خوش آمده پیشوا خوش آمده خوش آمده خوش آمده پیشوا خوش آمده پیشوا خوش آمده پیشوا خوش آمده یازدهم ایول سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان در ناحیه عینی با افتتاح گلگشت و مجسمه شاعری خلقی تاجیکستان گلنظر کلدی آغاز یافت. گلگشت گلنظر کلدی در مرکز ناحیه عینی دومن گسترده مساحت عمومی آن با نظرداشت انشاءات یاریرسان 900 متر مربع را تشکیل می‌دهد. همکاران ما گزارش می‌دهند. 11 ایول سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان در ناحیه عینی با افتتاح گلگشت و مجسمه شاعر خلقی تاجیکستان گلنظر کلدی آغاز یافت. بنیاد انشاءات برای استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی و در زمینه سیاست فرهنگ پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان و احترام نسبت به شخصیت‌های برجسته ملت ساخته شده است. گلگشت گلنظر کلدی در خیابان ابو عبدالله رودکی در مرکز ناحیه عینی دامن گسترده مساحت عمومی آن با نظرداشت انشاءات یاریرسان 900 متر مربع را تشکیل می‌دهد. انشاءات فرهنگی و فراغتی با نظرداشت طلبات معماری و شهرسازی معاصر بنیاد شده برای فراغت ساکنان و مهمانان آماده گشته است. صحن و اطراف آن با گل و بوته‌های همیشه سبز و آرایشی زیبا و چراغان است. صحبتکده‌ها، ایوانچه و دیگر انفراساختار ضروری قسمت‌های علاوه‌ای انشاءات بوده دامن گستردن آن به حسن مرکز ناحیه عینی زیبایی دیگر ضم می‌نماید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با کارهای انجام یافته در اینجا با دستاندرکاران برای تصویر شایسته شاعر در مجسمه بهای بلند دادند. تاکید شد که در آینده این مکان سیر و سیاحت همچون مرکزی برگزاری چاره‌بینی‌های ادبی و فرهنگی نیز به مردم خدمت خواهد کرد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همچنین به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده نقش گلنظر کلدی را همچون شاعری وطنسرا در تربیه معنوی مردم نیک و مؤثر ارزیابی نمودند. باید گفت که استاد گلنظر مؤلف سرود ملی جمهوری تاجیکستان و از شخصیت‌هایی است که آفریده‌هایش برای نسل‌های امروز و آینده همچون گنجینه ادبیات معاصر تاجیک خدمت خواهد کرد. زبانی میهنتی آواز دار از تمام
11 ایول президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Сангистони ноҳияи Айнӣ бинои нави муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 6 Гулистонро ки дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19 фаъолият дошт ба истифода доданд. гузориш дар ин хусус. 11 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Сангистони ноҳияи Айнӣ бинои нави муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 6 Гулистонро ки дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 19 фаъолият дошт ба истифода доданд. Ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки иншооти соҳаи маориф бо назардошти зиёд гардидани талабот ба зинаи аввали таҳсилот сохта шуда барои 120 нафар кӯдак дар 4 баст пешбинӣ шудааст. ҳоло дар он 80 нафар ба таълим фаро гирифта шуданд. дар ин ҷо 18 мураббӣ ба кор ҷалб шуда, ҳамаи онҳо соҳиб таҷриба мебошанд. корҳои бунёдӣ дар кӯдакистон соли 2025 оғоз гардида, он дар муҳлати муайяншуда аз ҷониби коргарони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сайҳуни Хуҷанд бо сифати баланди меъморӣ мавриди истифода қарор гирифт. масоати кӯдакистон бо назардошти иншооти ёрирасон 410 метри мурабба буда, аз 2 ошёна ва таххона иборат мебошад. имрӯзҳо дар доираи сафари корӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Айнӣ 2 муассисаи таълимӣ ва 6 кӯдакистон ба истифода дода шуд. агар дар соли хониши сипарӣ гардида 475 нафар кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ фаро гирифта шуда буданд, дар соли нави таҳсил бо дар назардошти маркази инкишофи кӯдак ва 11 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ин шумора ба 800 адад мерасад. яъне агар то имрӯз шумораи кӯдакони синни томактабӣ 24.5%-ро ташкил медод, дар соли нави таҳсил ин шумора ба 30.5% баробар мешавад. қобил ба зикри хос аст ки деҳаи Сангистони ноҳияи Айнӣ аз маҳаллаҳои калон аст ва бо назардошти афзудани шумораи аҳолӣ талабот ба иншооти таълимии томактабӣ зиёд мегардад. ҳоло дар кӯдакистон барои гузаронидани машғулиятҳо тамоми имкониятҳо муҳайё буда, аёниятҳо ва адабиётҳои бачагона пурра таъмин карда шудааст. имрӯз дар деҳаи Сангистон боз як кӯдакистон дари худро ба рӯи кӯдакон боз кард. кӯдакистони мазкур аз 4 гурӯҳ иборат буда, дар ин кӯдакистон тамоми шароитҳои таълимӣ тарбиявӣ фароҳам оварда шудааст. аз фурсати муносиб истифода бурда ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзу сипоси беандозаи хешро мерасонем. ҷавобан ба ин ғамхориҳо мо мураббиён кӯшиш ба харҷ медиҳем ки кӯдаконро дар рӯҳӣ ва тандурустӣ, худогоҳӣ, ифтихори миллӣ тарбия намоем. ҳуҷраҳои хоби кӯдакон, ошхона, толори мусиқӣ ва роҳравҳои боғча бо расмҳои қаҳрамонҳои афсонавӣ ҳаккокӣ шуда, мувофиқ ба табу завқи кӯдакон бунёд шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо намояндагони соҳаи маорифи ноҳия бо таваҷҷӯҳ ба рушди фаъолияти муассисаҳои томактабӣ таъкид намуданд ки дар замони ҷаҳонишавӣ ҳар як омӯзгорро зарур аст аз гузашта дида масъулияти баланд ҳис намоянд ва дар тарбияи насли наврасу ҷавон саҳми муносиб гузоранд. дар навбати худ аҳли маорифи ноҳияи Айнӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгирии ҳамешагиашон изҳори сипос карда ваъда доданд ки минбаъд низ содиқонаву софдилона фаъолият намуда дар пешрафти кишвар ҳиссагузор хоҳанд буд.
11 ایول президент جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون در دهه سنگیستان ناحیه عینی خط آبی نوشاکی را که برای 500 عائله پیش بینی شده است مورد استفاده قرار دادند. همکاران ما گزارش میدهند. 11 ایول президент جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون در دهه سنگیستان ناحیه عینی خط آب نوشاکی را که برای 500 عائله پیش بینی شده است مورد استفاده قرار دادند. برای ذخیره آب تازه و تامین دائمی مردم در همه فصل‌های سال حفظ نگهداری با غنجایش 100 متر مکعب بنیاد شده است که برای ساکنان دهه سنگیستان تحفه ارزنده دانسته می شود. خط آب آشامیدنی طریق چاه عمودی از عمق 35 متر با واسطه آبکش‌های مخصوص برقی برآورده شده به منطقه‌های اهالی‌نشین که دورتر از سرگاه آن قرار دارند دسترس کرده شد. لایحه خط آب نوشاکی در همکاری با شریکان رشد تطبیق شده است و عملی شوی آن قدم استوار در راه رسیدن به هدف‌های سازنده میباشد. بنیاد انشاءات ماه می سال روان آغاز گردیده در مهلت معین شده و با صفت بلند انجام یافته است. برای انجام کارهای ساختمان بیش از 30 متخصص محلی با کار موقتی تامین بود. مورد ذکر است که دهه سنگیستان از منطقه‌های سراحالی ناحیه عینی به شمار می رود و مرحله رشد و پیشرفت آن زمان سالهای صاحب استقلالی دانسته می شود. حالا شماره اهالی این دهات طبق نشاندادهای آماری به حالت ماه ینور سال 2025 به بیش از 2475 کس می رسد. از سبب افزایش شماره اهالی در دهه سنگیستان طلبات به آب تازه آشامیدنی زیاد و از این حساب محدودیت جاری گردیده بود. اکنون با مورد استفاده قرار گرفتن خط آب نوشاکی ساکنان دهه شبانه روزی با نعمت طبیعی تامین شدند. خورسندی ما ساکنان دهه سنگیستان حد و کنار ندارد که امروز هر یک ساکنی دهه سنگیستان با آب آشامیدنی تازه تامین گردید و با دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمون صاحب آب نوشاکی تازه گردیدیم و ما منتداری صمیمانه خش را با پیشوای غمخوار و محبوب خش که همیشه با فکر مردم خش هستند بیان می‌سازیم و ما شکرانه از این دولت ملت و وطن آبادی خش میکنیم. اقدام مذکور در زمینه پیشنهاد جهانی حکومت جمهوری تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم از جمله 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 عملی گردید. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون به دستاندرکاران برای همراهی آنها در عملی شوی هدفهای حکومت کشور اظهار سپاس نموده اجرای این عمل خیر و نمونه عبرت و شایسته تحسین ارزیابی کردند. ساکنان دهه سنگیستان ناحیه عینی به سرور و راهنمای خود برای غمخوری پیوسته‌شان اظهار قدردانی کرده بهر سهمگذاری در آبادی و گلگشکوفایی وطن آمادگی خود را تاکید نمودند. شکرانه از غمخوری پیشوای معظم ملت بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که در دهه ما سالهای پیش که از آب نوشاکی تنقیصی داشتیم با تشبس‌های پیگرانی جناب عالی به طریق خط عمودی با 500 خواجگی با خط آب نوشاکی دهه ما رو پر تامین کردند. از این رو ما منتداری تمام ساکنان دهه را با پیشوای معظم ملت بیان می‌نماییم. برای تامین اینفراستراکچور 6 کیلومتر راه درون دهه که مرکز ناحیه را به دهه سنگیستان می‌پیوندد پورا منفرش گردیده بهر حرکت به ماموریت نقلیات شرایط مناسب فراهم آورده شد. راهی مذکور با نظرداشت طلبات معاصر راهسازی بنیاد شده چراغان گردیده است. سهم نظررس ساکنان و شخصان همت بلند دهه در همه این آبادی‌ها از جانب سرور دولت نمونه عبرت نامیده شد. 11 ایول президент جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون در دهه سنگیستان ناحیه عینی با فعالیت مجموعه فرهنگی و فراغتی باغستان آغاز بخشیدند. گزارش در این خصوص
11 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه سنگستان نوحیه عینی به فعالیت مجمع فرهنگی و فراغتی باغستان آغاز بخشیدند. انشاءات فرهنگی به استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد شده. بعد از فعالیت پرداختن آن در مجموع 32 ساکن بشغل با کار تامین خواهند شد. مساحت عمومی مجمع 8000 متر مربع می باشد. مجمع فرهنگی و فراغتی بوغستان از یک آشیانه و تخانه عبارت است. در آن کتابخانه زمانوی با 5000 ادبیات جهانی معاصر، کلاسیک و بچگانه، کارگاه پایافزالبراری با اقتدار استحصالی 20000 جفت پایافزال در یک سال، کاشانه حس، تالار ورزشی، حجره‌های کاری مکتب ورزشی ناحیه، خانه بخت، طرفخانه با 150 جای نشست و دیگر انشاءات یاری رسان ساخته شده است. ضمن شناسایی سرور دولت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده به فعالیت پرداختن آن برای تامین اینفراستراکچور در بخش‌های علاهیده نیک و موثر ارزیابی نمودند. باغستان نام گذاشته شدن همین مجموعه فرهنگی فراغتی دهه سنگستان نیای بزرگ ما نقیب خان طغرل احراری در همین دیار سنگستان 9 سال زندگانی کردن با سبب و در اینجا یک باغ خیلی زیبای با نام باغستان بنیاد نهاده بودند. در طول زندگیشان در پیروی گلستان سعدی شیرازی یک اثر با نام باغستان ایجاد کردند که امروز همین در پیروی گلستان سعدی ایجاد نمودن باغستان این خودش علاقه یک رمز که با همین مجموعه گذاشته شده است و با نام سنگستان هم ردیف و هم قافیه می شود. ما از این خیلی خرسند هستیم. بگذار همین مجموعه باغستان شود، بگذار همین مجموعه یکی برای بچه‌های خردسال و آینده افسانه آنها و مثل گلستان باشد. هر باره که پیشوای معظم ملت به جایی که سفر کردن با فیض قدم این کس همانجا آباد و خرم میشد. ما توسط تلویزیون همه سفرهای جناب عالی را تماشا میکنیم و میبینیم که به جایی که رفتن همان جا به گلستان تبدیل می‌یابد و این است آبادی دیار، این است آبادی کشور. قابل به ذکر است که بینای مجمع باغستان با طرح و اصولهای خاص معماری ملی بنیاد شده به یکی از مکانهای خوب سیر و گشت ساکنان و مهمانان تبدیل یافته است. صحن و اطراف بنا سبزکاری شده برای استراحت ساکنان، صحبت کردن و ایوانهای معاصر بنیاد گردیده است. امروز در دهه زیبا منظری سنگستان با دستگیری‌های پیشوای محبوب کشور
یک مجمع فرهنگی فراغتی باغستان بنیاد گردید که در داخل آن کارگاه پایافزالدوزی، کاشانه حسن، کتابخانه، تویخانه، تالار ورزشی که در مجموع 32 جای کاری را در بر میگیرد و این یک غمخواری دیگری پیشوای معظم ملت میباشد که مردم با جای کاری خالی تامین شده بهر شکوفایی وطنمان فعالیت مینمایند. کارگاه استحصال پایافزال در اساس برنامه رشد صنعت‌کنونی کشور روی دست گرفته شده، تمام تجهیزات نصب گردیده استحصال نسل نو میباشد و نیروی برق را صرفه میکند. به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که حالا اقتدار استحصالی کارگاه 20,000 جفت در یک سال بوده، با نظرداشت زیاد گردیدن طلبات حجم استحصال افزایش و تعداد کارگران نیز به مراتب زیاد کرده می شود. ما سپاسگزاری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم که ما زنان خانشین را به جای کار تامین نمودند. من در این کارگاه به حیث دوزنده فعالیت مینمایم. بسیار منت داریم که ما زنان را پیوسته دستگیری میکنند و چنین کارخانه ها را برای ما بنیاد میکنند و ما شاد از آن هستیم که در دهی ما چنین کارگاهی پای افزال براری بنیاد گردید و ما زنان خانشین به جای کار تامین گردیدیم. تاجیکستان عزیزمان روز به روز آباد و زیبا می‌گردد و در دایره 35 سالگی استقلالیت مهنی بزرگمان گوشه های تاجیکستان روز به روز انشاءات‌های سازنده بنیاد گردید ایستاده است. از آن جمله بیمارخانه، مکتب، بنگاه طبی، کودکستان، مجمع‌های فرهنگی و فراغتی. از آن جمله در دهه سنگستان ناحیه عینی امروز با اشتراک پیشوای معظم ملت مجمع فرهنگی و فراغتی باغستان افتتاح گردید و ما افتخار میکنیم که چنین پیشوای معظم داریم. در همین جا سرور دولت محترم امامعلی رحمان همچنین از کتابخانه مجمع دیدن کرده با شرایط کاری آن شناس شدند. در کتابخانه الکترونی این مأخذ علم 2000 ادبیات محفوظ بوده، برای دوستداران کلام بده امکانیت مساعد مهیا شده است. فروغ بخش روح و جان انسان در کتابخانه و کتاب دوستی است و محض با دستگیری و راهنمایی‌های صدرعالی کشور طول 5 سال است که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در کشور برگزار می‌گردد که کتاب دوست و کتابخوان بودن ملت تاجیک را از نو احیا نمود. خوشبختانه در دهه سنگستان کتابخانه بنیاد گردیده است که برای ساکنان آن خیلی مفید و دسترس می باشد و محض همین کتابخانه باعث می شود که کتاب دوستی و کتابخانه مردم زیاد گردد. همچون جوان سعادتمند کشور افتخار از آن دارم که همواره زیر پرتو راهنمایی ها و دستگیری های صدر عالی کشور اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان قرار دارم. من که غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است در نامینه ایجاد نظم می باشم، همچون عبیره رودکی، مرید طغرل احراری، شاگرد گلنظر و قطبی و دارا و آذرخش و فرزانه تلاش می‌ورزم تا به شعر نبوی تازه بخشم و نموی ادبیات تاجیک را زنده نگاه دارم. گوشه‌های آزمون‌های جمهوریوی از جمله آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و تاجیکستان وطن عزیز من قسم‌های علاهیده کتابخانه را تشکیل می‌دهد که با ادبیات‌های ضروری مجهز گردانیده شده است. با مقصد ترغیب و تشویق طرز حیات سالم و عمومیت ورزش در مجمع مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیوی با نظرداشت تالار و دیگر انفراستراکچور ضروری فعالیت می‌نماید. همچنین تالار ورزشی برای بازی‌های تنیس روی میز، گوشتن، وزنبرداری و بازی‌های ششکه و شاهمات پیش بینی شده است. ما جوانان و ورزشکاران دهه سنگستان ناحیه عینی منتداری صمیمانه خویش را و پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانیم که ما جوانان و ورزشکاران را همیشه دستگیری مینمایند. برایمان باعث افتخار است که امروز صاحب تالار زیبا و برهوای ورزشی که با تجهیزات‌های زمانوی مجهز گردانیده شده است صاحب گردیدیم. جواباً به این غمخوری‌های پیشوای محبوب ملت وعده می‌دهیم که در مسابقه‌های سطح جمهوریوی و بین‌المللی شرکت ورزیده پرچم دولتی کشور عزیزمان را بلند می‌برداریم. جوانان و ورزشگران برای این اقدام رهبریت عالی کشور اظهار سپاس نمودند. منتداری خویش
و اهل ورزشکاران دهه را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم، زیرا با تشبس و دستگیری های بی‌واسطه پیشوای ملت در دهه ما مجموعه ورزشی با حشمت ساخته به استفاده داده شد. ما سعی کوشش آن را به آن روانه میکنیم که تا نازکی‌های ورزشی جدا را از بر نموده مثل تیمور رحیموف و سامان محمدبکوف در سطح بین‌المللی پرچم دولتی خود را بلند برداریم. خانه عقد نیکو و کوشونه هوس از امکانیت‌های علایده مجمع است که با لوازمات ضروری مجهز میباشد. طربخانه ملی مجمع دارای 150 جای نشست بوده برای گذراندن چرابینی‌های گوناگون موافق میباشد. طرح و نمای طربخانه صرف ملی بوده با صنعت بلند معماری معاصر حکاکی شده است. در همین جا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با 80 نفر یتیمان و تربیت گیرندگان مکتب اینترنت های ناحیه عینی و کوهستان مسچو ملاقات کرده به آنها تحفه ها تقدیم نمودند. چون انانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن هر سفر کاریشان از حال و احوال یتیمان باخبر گردیده نسبت این قشر جامعه غمخوری ظاهر می نمایند. السلام علیکم. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان، من بابای و سمیه خواننده صف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 46 ناحیه عینی سپاس و منتداری خود را که به شما اظهار می نمایم. ما یتیمان کل هیچ وقت یکه و تنها حس نمی نماییم. من از نام خودم و از نام مؤسسه های تعلیمی ناحیه وعده می دهم که با بهای خوب و اعلی مؤسسه را ختم نموده به وطن خویش صافدلانه خدمت می نمایم. من ندارم در جهان نه پدر نه مادر، لیک دارم در جهان پشت و پناه یاور. پیشوای ملت ما بهر مایان غمگسار و مهربانم را خداوند نگه دار. از جانب پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برابر آراستن دسترخوان پرناز و نعمت به نورسان و جوانان که با امر تقدیر از نوازش پدر و مادر بی‌نصیب ماندند مجموع سر و لباس و کمک مالیوی تقدیم کرده شد. این حالت خوشحالی و فرح کودکان را افزون نمود. محبوب فقیرانند امامعلی رحمان، غمخوار یتیمانند امامعلی رحمان، در ظلمت و شام و غم در شادی و در ماتم چون شمع فروزانند امامعلی رحمان. من میرزازاده میرحمزه خواننده صنف 8 مکتب اینترنت ناحیه کوهستان مسچو می باشم. من منتداری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که در هر یک جشن و مراسم ها از حال ما یتیمان با خبر هستند و من جواباً با این غمخواری های شایسته جناب عالی کوشش می نمایم که با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده آینده نامبردار این ملک بهشت‌آسا که تاجیکستان نام دارد سهم ارزنده گذارم. یتیمان با شادی و نشاط از دست راهبر انسان دوست تحفه‌های ارزشمند گرفتند. کودکان از آن اظهار خوشحالی میکنند که همیشه تحت غمخوری و دستگیری پیشوای محبوب ملت قرار دارند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به نورسان و جوانان یتیم و تربیت گیرندگان مکتب اینترنت های ناحیه های عینی و کوهستان مسچو صحبت صمیمی آراسته آنها را به تحصیل خوب و اعلی، آموختن کسب و هنر، زبان های خارجی و کار با تکنولوژی های معاصر هدایت نمودند. کتاب خواندن نکن، غیر کتاب های درسی، کتاب های بدیهی خوانید. در وقت خارجی کتاب خواندن انسان را سخنور میکند، سخندان میکند، شعورناکیش هم وسیع میکند، جهانبینیش وسیع میشود. برای همین هم نصب خوانید. یگان نفر از آسمان عالم، شاعر، نویسنده، اختراعکار، مهندس، معمار نمیافتد. همش در نتیجه آموزش، علم آموختن، دانش آموختن، کسب آموختن، هنر آموختن. زبانهای خارجی را حتما 2 زبان حذف کنید. ما دائمی یگان جشنیم برای شما، برای حیات شما غمخواری میکنیم. باز تکرار میکنم فرزندان عزیز من، نصیحت‌های تربیه مربیان آموزگاران را دقت اولین درجه دهید. کلاس‌ها را نصیحتشون را گوش کنید. ما میخواهیم که شما آینده یک شخصی بسیار خوشبخت‌ترین دولت تاجیکان شوید. خرسندی کنین، با جشن استقلالیت هم آمادگی بدین. خب
خورید. سلامت باشید. کشور خود. یازدهم ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون در ادامه سفر کاری در ناحیه عینی به طور فاصلوی برای ساختمان یک قطار انشاءات تعیناتشان گوناگون که در دایره استقبال از جشن 35 سالگی استقلال دولتی روی دست گرفته شده است آغاز بخشیده. 3 کارخانه صنعتی، 2 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و 6 کودکستان را مورد استفاده قرار دادند. گزارش همکاران ما. 11 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون در ادامه سفر کاری در ناحیه عینی به طور فاصلوی برای ساختمان یک قطار انشاءات تعیناتشان گوناگون که در دوره استقبال از جشن 35 سالگی استقلال دولتی روی دست گرفته شده است آغاز بخشیده 3 کارخانه صنعتی را مورد استفاده قرار دادند. همچنین در این مراسم سرور دولت محترم امامعلی رحمون به فعالیت 2 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 6 کودکستان و بیمارخانه منطقوی که در دهه‌های زاسون، خیرآباد، وحدت‌آباد، کزدان، انزاب و فاندریا جایگیرند آغاز رسمی بخشیدند. کارخانه مشترک معدن جمعیت دارای مسئولیت محدود ارب مینرالز گروپ از جمله آنها بوده سمت فعالیتش به کارکرد پوره سرمه با استفاده تکنولوژی سبز و مصرف کمی نیروی برق روانه شده است. ضمن معرفی به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون اطلاع داده شد که کارخانه با سرمایه‌گذاری مشترک وطنی و خارجی با نظرداشت هدف‌های حکومت کشور در سمت صنعت کنونی با سرعت کشور روی دست گرفته شده در مرحله اول 35 نفر با کار و معاش بلند تامین می‌گردند. امروز در پرتو سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمون کارخانه نوی کارکرد سرمه به افتتاح داده شد. در دایره سیاست پیشگرفته جناب عالی محترم امامعلی رحمون آید به برنامه صنعت کنونی با سرعت کشور بنیاد شده است. با راهنمایی و دستگیری به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون سایه صنعت کوهی در کشور با سرعت رشد کرده ایستاده است. در کارخانه مذکور اقتدار کارکرد سرمه در یک شبانه روز 10 تن و در مرحله دوم در یک شبانه روز به 100 تن آورده رسانیده خواهد شد. همزمان همراه کارکرد کردن سرمه معدن‌های دیگری قیمت‌بهایی که همراه با معدن سرمه هستند به مانند طلا و مانند سیماب و نقره نیز کارکرد خواهد شد. در تامینات مذکور تکنولوژی نوترین سبز استفاده شده با در نظر داشت صرفه کمی قوی برق یکی از کم صرفترین در دنیا در ساحه کارکرد سرمه به شما رفته تأثیری منفی به محیط زیست عموما ندارد. اقتدار کارکرد سرمه در یک شبانه روز در مرحله اول استحصال 10 تن محصولات نهایی سرمه را تشکیل داده در مرحله دوم استحصال 100 تن در یک روز محصولات نهایی سرمه پیش بینی شده است. همچنین در آینده معدن‌های قیمت‌بها به مثال طلا، سیماب و امثال این کارکرد خواهد شد. تمام تکنیک و تکنولوژی‌های نصب شده استحصال نو بوده از لحاظ صرفه نیروی برق کم مصرف می‌باشند و اقتدار استحصالی زیاد دارند. محصولات ری اکسید 63% و سرمه متلی 99.65% استاندارد بین‌المللی با علاوه برقرارکنی متل‌های همراه از قبیل طلا و سیماب براه مانده شده است. Bugün burada Tacikistan madencilik افتتاح این سرمایه‌گذاری مهم که به ساحه صنعت کوهی در تاجیکستان ارزش خواهد بخشید برای ما افتخار بزرگ است. این زواد هم به اقتصادیات کشور سهم می‌گذارد و هم به جایهای نوی کاری فراهم می‌سازد. با مهمان دوستی مردم تاجیک و دستگیری به واسطه جناب عالی محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون ما توانستیم این لایحه را با موفقیت عملی نماییم. ما صمیمانه باوری داریم که دوستی و همکاری میان تاجیکستان و ترکیه توسط این سرمایه‌گذاری باز هم قوی‌تر و همه آنهایی که برای عملی شدن این لایحه سهم گذاشتند از صمیم قلب اظهار سپاس می‌نماییم. Gördüğünüz gibi biz Tacikistan hükümetini چطور که ما دیده ایستادیم با شرافت به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون در دایره سیاست پیشگرفته‌شان باید به برنامه صنعت کنونی با سرعت جمهوری تاجیکستان برای ما سرمایه‌گذاران و استحصالچیان خارجی امکان به محدود در رشد صنعت معدن فراهم آورده شده است. به ما میسر گردید که با همراهی متخصصان تاجیک در یک مدت کوتاه در ناحیه عینی کابینت کارکرد سرمه
با تکنیک و تکنولوژی معاصر که در دنیا همتا ندارد به استفاده داده شود. باید گفت که تکنولوژی هایی که در ملت مذکور استفاده می شوند این تکنولوژی اختراع خودی من می باشد. بنابر خوب بودن امکانات ها در جمهوری تاجیکستان نیت داریم استحصال تجهیزات صنعت کوهی و متالورژی را در تاجیکستان براه مانده از حساب کادرهای محلی متخصصان پراختصاص برای کار تیار نماییم. علاوه بر این جمعیت دارای مسئولیتش محدود ارب مینرالز گروپ با کارکرد معدن در سه زینه یعنی غنیسازی ابتدایی، تبدیل و تریاکسید سرمه، گدازش و استحصال سرمه صاف فعالیت خود را براه مانده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با جریان فعالیت کارخانه به همت جوانمردانه تشبسکاران بهای بلند داده، افتتاح انشاءات صنعتی را دستاورد نوبتی در این سمت ارزیابی نمودند. تشبسکاران در نوبت خود به سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای دستگیری صاحبکاران اظهار منتداری نموده، در آینده برای سهمگذاری در گلگل شکوفایی وطن اظهار آمادگی نمودند. در همین جا همچنین پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی به فعالیت دو کارخانه دیگر صنعتی جمعیت سهامی کشیده انگشت تخت و مرحله دوم کارخانه جمعیت دارای مسئولیتش محدود توی دوشنبه صنعت کوهی آغاز بخشیدند. کارخانه جمعیت سهامی پوشیده انگشت تخت که در دهات فاندریا موجود است با نظرداشت طلبات معاصر بنیاد گردیده سمت فعالیت آن کارکرد انگشت به شمار می رود. تشکیل کارخانه مذکور با مقصد استفاده ذخیره های بوی طبیعی تاجیکستان راه اندازی شده اقتدار استخراج انگشت 90,000 تن در یک سال پیش بینی گردیده است و کارهای آموزشی و گئولوژی از جانب متخصصان محلی سامان داده می شود. جمعیت سهامی پوشیده انگشت تخت بهر عملگردانی سپارشی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهتی هدف چهارم استراتژی اوید به صنعتی‌کنی با صورت کشور تشکیل کرده شده است. کارخانه ما دارای زیاده از 70 تکنیک و تجهیزات‌های استخراج کننده انگشت هم به طرز زیرزمینی و هم به طرز شد بوده امروز آماده است کارخانه‌های صنعتی وطن عزیزمون رو با انگشت با صفت تامین نماید. در کارخانه زیاده از 60 نفر کارگران کار فعالیت نموده. در آینده ما این شماره را حرکت داریم که به 250 نفر رسونیم. کارمندان کارخانه ما با سر لباس مخصوص و خوراک گرم تامین بوده. مزد معاش میانه آنها از 3500 تا 7000 سومانی را تشکیل می‌دهد. میناداری خود را پیش از همه با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت دستگیری و غمخوریشان بیان نموده وعده می‌دهیم که نقشه و سپارش‌هایی که در پیش گذاشته‌اند با سربلندانه و با صفت اجرا می‌نماییم. در کارخانه مذکور آزمایشگاه زمانوی با نصب تجهیزات نسل نو موجود بوده بهر معین نمودن صفت انگشت، نمناکی، گرمیدهی، خاکسترناکی و سلفور انگشت پیش بینی گردیده است که از برتریت‌های کان انگشت جمعیت سهامی کشاده انگشت تخت دانسته می شود. همچنین در آزمایشگاه کارخانه هر یک محصولات به فروش گذاشته شده از تشخیص گذرانیده می شود. ما متخصصان جوان جمعیت سهامی کشیده انگشت تخت میناداری خود را ببسته به جناب عالی اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسانیم که چنین کارخانه‌ای را تشکیل نمودند و ما در این کارخانه کار و فعالیت نموده. مقصد اساسی ما تامین کردن کارخانه‌های صنعتی جمهوری تاجیکستان میباشد. ما با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدیم. تأسیس چنین کارخانه‌ها به ما امکانیت میدهد که بر وطن خود خدمت نماییم و برای عملی گرداندن هدف چهارم استراتژی صنعتی‌کنی با سرعت کشورمان حصه خود را گذاریم. باید تذکر داد که برای استخراج انگشت 70 تکنیک و تجهیزات معاصر صحوی جلب و در مجموع 250 نفر در اینجا با کار دائمی تامین شدند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی به فعالیت کارخانه بهای بلند داده به تشبسکاران برای هماهنگی و دستگیری اقدام‌های حکومت کشور اظهار سپاس نمودند. سمت فعالیت مرحله دوم کارخانه جمعیت دارای مسئولیتش محدود توی دوشنبه صنعت کوهی استخراج و کارکرد معدن‌های کوهی میباشد. کارهای بنیادی برای مرحله دوم کارخانه سال 2024 آغاز گردیده در مهلت معین شده و با صفت بلند به استفاده داده شد. مساحت کارخانه 6500 متر مربع بوده. اقتدار استحصال و کارکرد کنسنترات طلا 4500 تن را در یک شبانه روز در بر میگیرد.
در کارگاه حجره مخصوص نظارتی موجود بوده، اکثریت کارهای استحصالی به طور اتوماتیک به راه مانده شده است. حالا بعد به استفاده قرار دادن کارگاه مذکور 300 نفر با کار تامین شده، همگی پیش از آغاز کار از کورس‌های بازآموزی با جلب متخصصان حرفه‌ای گئولوژی گذرانیده می‌شوند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان افتتاح چنین کارخانه بزرگ را در سمت دستیابی به هدفهای حکومت کشور دایر به صنعت کنونی نیک و مؤثر ارزیابی کردند. گفته شد که در کارخانه اکثرا متخصصان محلی فعالیت می‌نمایند. اکثر کارهای سامانی یافته در کارخانه مذکور از جمله استخراج معدن و دسترسی اشیاء خام که در ریلیف‌های نامساعد عملی می‌شوند از جانب متخصصان و گئولوژهای وطنی انجام داده می‌شوند که یکی از دستاوردهای این کارگاه به شمار می‌رود. طبق اطلاع با مورد بهره برداری قرار گرفتن کارخانه‌های نو در مجموع 595 کس به کار و معاش خوب تأمین گردید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان به مسئولین برای بلند برداشتن اقتدار استحصالی، صفت محصولات و جلب متخصصان وطنی دستور سفارش‌های مشخص دادند. 11 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به ناحیه عینی به طور مجازی به کارهای ساختمانی کارخانه جمعیت سهامی کشاده پهندره ماینینگ آغاز بخشیدند. نخست به پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان لایحه بنیاد کارخانه جمعیت سهامی کشاده پهندره ماینینگ را معرفی کردند. اطلاع داده شد که کارخانه مذکور دوامی 4 سال به کارهای آموزشی گئولوژی در ظهورات سرمه پهندره ناحیه عینی مشغول بوده. در این مدت در میدان زیاده از 600 گکتار این کارها را به راه مانده است. کارهای پرمگری باشد به اندازه بیش از 20,000 متر و دیگر چاره‌های آموزشی و گئولوژی در این دوام اجرا گردیده است. ضمن معرفی لایحه به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که کارخانه بنیاد شونده از یک چند مرحله ها از جمله تخت و هموار کردن تل و تپه ها برای پیشبرد کارهای ساختمانی، بنیاد انشاءات استحصالی و معموری به مثل کارگاه‌های غنیگردانی معدن، استحصالی سرمه، آسیاب، کارکرد ریگ و شغل، بتونشوری، انبارهای نگهداری قسمهای احتیاطی، اشیاء خام و ریزه شده، حوض برای ذخیره آب، بینای آزمایشگاه و دیگر انشاءات استحصالی و یاری رسانی استخراج و کارکرد سرمه عبارت است. جریان ساختمان زیر نظارت متخصصان و معماران سطح جهانی قرار دارد. کارخانه همچنین دارای بیناهای معاصر معموری و خوابگاه و آشخانه برای 300 کارگر می باشد. برای مهیاسازی اینفراساختور ضروری بهره آغاز کارهای ساختمانی و استحصالی تدبیرهای زیاد عملی گردیده است. از زیرستگاه برقی دهه میخوره تا موضع کارخانه در مسافه 22 کیلومتر، کشانیدن خط بلند شدت برقی 110 کیلوولت، ساختمان زیرستگاه برقی بلند شدت 110 کیلوولت برای تامین کارخانه با نیروی برق دائمی، در مسافه 33 کیلومتر ساختمان راه ماشینگرد از دهه انزاب تا حدود کارخانه، کشانیدن قبور آب به مسافه زیاده از 6 کیلومتر از جمله چنین تدبیرهایی اند که در دایره لایحه بنیاد کارخانه جمعیت سهامی کشاده پهندره ماینینگ انجام داده می شوند. قابل به ذکر است که کارخانه ساخته شونده در بلندی 2700 متر از سطح بحر جایگیر شده، منطقه استخراجی کان باشد در بلندی 3000 متر قرار دارد که در آن کارهای استخراجی با اصول کشاده و شختوی صورت میگیرد. ما تصمیم گرفتیم که یک کارخانه کشاییم. خوشبختانه کارهای ساختمانی امروز آغاز گردید که در کارخانه کارگران خارجه و کارگران وطنی متخصصان کار کرده ایستادند که طبق نقشه در سال 2027 کارهای ساختمانی به اتمام می رسد که 400 نفر کارگر به کار قبول کرده می شود، با معاش خوب تامین می شود. ما منتداری خود را بیان می کنیم به پیشوای معظم ملت که بخش خصوصی را دستگیری می کنند. اقتدار استحصالی کارخانه در یک سال از حساب استخراج معدن زیاده از 150,000 تن، حجم استحصال کنسنترانت سرمه تا 5,000 تن با ترکیب تا 35% سرمه و اقتدار سالانه کارخانه استحصال معدن سرمه تا 5,000 تن محصولات تیار پیش بینی شده است. در آغاز کارهای ساختمانی برای عملی شوی لایحه زیاده از 60 تکنیکی و مکانیزم های مخصوص و دیگر نوعی واسطه های نقلیات و 300 متخصص داخلی و خارجی به اینجا سفربر شدند. Good day, my name is Freedom. روز بخیر، نام من فریدون.
من گئولوگ از آفریقای جنوبی هستم. وقتی که ما به تاجیکستان آمدیم همچون متخصص، این معنی آن را ندارد که تاجیکستان متخصص در این ساحه ندارد. برعکس ما چیزهایی که میدونیم با آنها میآموزیم و چیزهایی که آنها میدونند با ما میآموزند. تبادل تجربه ها. ما مشاهده کردیم که برای انکشاف تاجیکستان ثروت‌های زیرزمینی خیلی زیاد هستند. وقتی که ما به اینجا آمدیم آدمان تاجیک خیلی مهمان‌نواز هستند. وقتی که به اینجا آمدیم گویا که خودمان رو در خانه ایست کردیم. طبق اطلاع مسئولین مرحله به کار درآوردن و آغاز استحصالات در سال 2027 به نقشه گرفته شده است که در صورت به فعالیت پرداختن آن 400 نفر با کار دائمی تامین خواهند شد. تا امروز کارخانه در همکاری با شرکت بریتانیایی میکون اینترنشنال تدبیرهای پرمگری و گیالوگی را انجام داده با ذخیره‌های کان در 3 قطعه شمالی، اساسی و معدنی بهای بلند دادند. در این زمینه با مقصد معین نمودن اقتدار و صفت اشیاء خام، جمعیت نمونه‌های محک‌های سرمه را به آموزشگاه‌های مشهور بین‌المللی در خارج کشور ارسال نموده است که طبق خلاصه‌های کارشناسان ساحه کوهکاری، سرمه در اینجا کشف شده پورا صنعتی می باشد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان بعد از شناسایی با فعالیت جمعیت از کارهای تا به امروز انجام یافته اظهار قناعتمندی نمودند. گفته شد که با نظر داشت فراوانی محصولات اشیاء خام و استفاده ذخیره‌های غنی طبیعی تاجیکستان، رهبریت جمعیت در اساس هدف‌های حکومت کشور دایر به رشد ساحه صنعت و تطبیق برنامه‌های دولتی، بنیاد کارخانه کارکرد سرمه جمعیت سهامی کشاده پهندره ماینینگ را روی دست گرفته است. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با لایحه بنیاد کارخانه مذکور با مسئولین برای انجام با صفت کارهای سازندگی و تامین اینفراساختار که در این برابر باشندگان دهه‌های هممرز از آن برخوردار می‌گردند دستور و سپارش‌های مشخص دادند. همین گونه تطبیق لایحه مذکور باز یک قدم استوار در رشد ساحه صنعت کشور و افزون نمودن اقتدار استحصالی صنعتی جمهوری تاجیکستان بوده در مجموع برای پیشرفت ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی تأثیر مثبت می‌رساند. افزایش مجموع محصولات داخلی توسط صادرات سرمه و به بودجه وارد نمودن مبلغ‌ها از حساب پرداخت اندازها و دیگر پرداخت‌ها، رشد اینفراساختار به خصوص ساختمان راه‌ها، خط‌های انتقال برق، آب تامین کنی و انشاءات تعیینات اجتماعی، تأسیس جای‌های نوی کاری و بلند برداشتن سطح زندگی اهالی کشور، بازآموزی و بلند برداشتن ملکه کسبی هیئت متخصصان، گسترش دادن همکاری با مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی کشورهای پیشرفته در ساحه کوهی و مهندسی از برتریت‌های عملی شوی لایحه دانسته می‌شود. پودرچی گنرالی تطبیق لایحه شرکت سکیل لاین دیولپمنت لیمیتد می باشد که تجربه زیادی تهیه و تطبیق لایحه‌های صنعتی از جمله کارکرد سرمه را در کشورهای شرق میانه، اروپا و آسیا دارا می باشد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مجموع بنیاد کارخانه را قدمی استوار در راه رسیدن به هدفهای حکومت در سمت صنعتی کنونی با سرعت کشور ارزیابی کرده برای این اقدام به تشبسکاران اظهار منتداری نمودند. در نوبت خود دستاندرکاران به سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای دستگیری همیشگی بخش خصوصی اظهار سپاس نموده وعده دادند که برای رشد و پیشرفت کشور سهمگذار خواهند بود. در دوره سفر کاری به ناحیه عینی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به طور فاصلوی همچنین 6 مؤسسه تا مکتبی و 2 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی را افتتاح نمودند. مؤسسه تحصیلات تا مکتبی پرستوی دهه زاسون با فراگیری 80 کودک در دوره توجه و غمخوری‌های پیوسته سرور دولت محترم امامعلی رحمان به ساحه معارف و دستگیری صاحبکاران دهه با نظرداشت 3520 نفر اهالی دهه بنیاد گردیده است. در دوران صاحب استقلالی پیشوای معظم ملت معارف را در جای اول گذاشتند. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه زاسون ناحیه عینی با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه عینی و با کمک و دستگیری ساکنان و صاحبکاران وطندوست همین دهه یک کودکستان برای 80 نفر کودک برای به تعلیم و تربیت فرا گرفتن آنها بنیاد گردیده است. و این باعث خوشحالی هر یک ما آموزگاران می باشد. در نوبت خود ما را می باید این دسترویکان زیبا را از خردی در روحیه وطن و وطندوستی، میهن پرستی و چگونه عزیز و مقدس بودن وطن عزیزمان تربیت نموده برای خدمت مادر به وای رسانیم.
منتداری خود و ساکنان همین دهه را به پیشوای معظم ملت برای غمخواری پدرانه‌شان می‌رسانم که دائم دستگیری به جوانان و پیشرفت جامعه می‌باشند. اطلاع داده شد که مؤسسه تا مکتب با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه با رخت خواب، میز و کرسی و دیگر لوازمات ضروری تامین گردید. مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 8 دهه کزدان جماعت شمتوچ ناحیه که درخشان نامگذاری شده است، در دوره سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان با مساعدت مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه با مبلغ گذاری اهالی دهه در زمینه از نوسازی بنای قبلی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 مورد استفاده قرار داده می شود. مؤسسه از 8 حجره، تالار و آشخانه عبارت بوده با شرایط مساعد تامین می باشد و طبق لایحه برای 80 نفر پیش بینی شده است. آرایش بنا و صحن و میدان بازی با صفت بلند انجام داده شده، رخت خواب، میز و کرسی و عیانیت و اشیای فراغت و تعلیم موافق به ذوق کودکان و نورسان فراهم آورده شده است. امروز باعث افتخار است که در دهه دوردست ناحیه عینی یعنی دهه کزدان با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت ابرمرد دنیای سیاست محترم امام علی رحمان در دهه کزدان یک کودکستان تحفه اختام کردند. منتداری خودم با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که در همین دهه دوردست دهه کزدان کودکستان نغز بنیاد کردن و استفاده دادند. این روز فراموش نشونده تمام مردم کندیار کزدان است. این خوشنودی در تمام دیار است. انشاءات با طرح زیبا و زمانوی قامت افروخته، اطرافش با گل و درختان آرا داده شده است که به حسن دهه کزدان زیبایی دیگر ضم می‌کند. یادآور می‌شویم که ماه نوامبر سال 2023 در دوره سفر کاری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به ولایت سوخت، در دهه کزدان بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 مورد استفاده قرار داده شده بود. مؤسسه دو آشیانه برای 320 خواننده در یک بست پیش بینی شده است. باید گفت که در این دهه قبلا برای تعلیم و تربیت خوانندگان شرایط و امکانات مساعد فراهم نبود. تعمیر و از نوسازی راه و کوچه‌های ده، پل، بتون‌پوش کردن جویبار و آبروها، چراغانسازی محل از کارهای دست جمعانه است که با سهمگذاری و اشتراک همه ساکنان دهه انجام داده شده است. در دهه انزاب کودکستان نو زمانوی آریانا با فراگیری 80 کودک مورد استفاده قرار داده شد. تاکید گردید که در دهه مذکور 1829 نفر زندگی می نمایند. مؤسسه مذکور دو آشیانه بوده با تمام لوازمات ضروری تامین شده است که در بلند برداشتن حسی وطن دوستی نورسان زمینه گذار خواهد بود. امروز در جماعت دهات انزاب ناحیه عینی یک روز فرح بخش است که ما شاهد آن گشتیم که باز هم یک کودکستان نو افتتاح گردید در خود جماعت دهات انزاب دهه انزاب، یکی از منطقه‌های دوردست‌ترین ناحیه عینی. برای چنین یک منطقه دوردستی کشورمان یک دهه انزاب باز هم یک بنای زمانوی ساخته به استفاده داده شد که فرا گرفتن نسل نورس برای تعلیم تربیت سهم خود را گذارد. ما منتداری خود را به اساس گذاری صلح و وحدت ملی به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانیم که همیشه وقت غمخواری نسل نورس، غمخواری ملت، غمخواری آینده دولت و کشور خود میباشند. همچنین به تربیت گیرندگان این مؤسسه ها تحفه های پیشوای ملت از جانب نمایندگان حکومت کشور تقدیم کرده شد. در این روز همزمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 52 در دهه خیرآباد با فراگیری 138 نفر خواننده مورد بهره برداری قرار داده شد. اطلاع داده شد که بنای مؤسسه با تشبث صاحبکاران محلی در دایره تدبیرهای آبادانی بنیاد گردیده است. با محبت‌های پیشوای سعادت آفرین، کشوری تاجیک جهانی گشت و بر مردم قرین، مثل او شاه نباشد زیر این چرخ برین، نامی او گردیده تاجیکستان را نمود او کشوری همچون بهشت، آنچه که ملت بدید آن بوده خاصی سرنوشت. من در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است از روی نامیناسیون کودکان و نورسان و آثار شفاهی شرکت نمودم و سزاوار جایهای نمایان گشتم. من منتداری خود را به پیشوای معظم ملت میرسانم که برای ما کودکان و نورسان چنین مؤسسه را تشکیل کردند و خوشحال از آن هستم که در این مؤسسه تحصیل کرده ایستاده‌ام. در جواب در این غمخواری ها من وعده می دهم که مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نموده برای رشد و پیشرفت کشور عزیزمان سهم ارزنده خود را میگذارم.
من مینداری خیش را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که همیشه در سیاست خود معارف را در جای اول گذاشته نسبت ما جوانان غمخوار و مهربان میباشند. ما آموزگاران در جواب به غمخواری های پیشوای معظم ملت وعده میدهیم که در تربیت نسل نورس صدقاً خدمت نموده خوانندگان را در روحیه وطن دوستی و وطن پروری تربیت نماییم و همیشه بهر آبادی و گلگشکوفایی تاجیکستان عزیزمان سهم ارزنده خود را گذاریم. معارف پرورد پیشوای ملت، وطن را سرورد پیشوای ملت، کشادید به عدد درهای دانش، نشان دادید به مردم راه دانش. مکتب دارای 8 صنفخانه و 3 حجره کاری میباشد. ساکنان ناحیه عین هم آورده شده و تامین جایهای کاری به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان عرض سپاس نمودند. بیمارخانه منطقوی رقم 6 که در حدود دهات فاندریو به استفاده بوده با مبلغ 8 میلیون سومانی با سهم یک گروه صاحبکاران وطنی ساخته شده است. به همگان معلوم است که اساسگذار صلح و وحدت ملی در برآمدهایشان بارها ذکر کردند که صاحبکاران باید در همه ساحه‌های حیات جمعیتی حصه‌گذار باشند. در اساس دستور و هدایت‌های سازنده پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ما صاحبکاران تصمیم گرفتیم که جهت رشد و پیشرفت کشور اینچنین به جای کار تامین نمودن اهالی سهمگذار باشیم. این روزها در تمام گوشه‌های جمهوریمان انشاءات‌های زیاد از طرف صاحبکاران ساخته به استفاده داده شده است. اینچنین ما صاحبکاران در دره زیبا منظری اسکندرکول یک بیمارخانه زمانوی ساخته به استفاده داده ایم. در اساس توجه و غمخواری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نقشه داریم جهتی به جای کار تامین نمودن ساکنان سهم خویش را بیشتر گذاریم. مؤسسه طبی دارای 29 حجره برای نگهداری بیماران و 5 حجره کاری میباشد. در اساس هدایت‌های سازنده پیشوای معظم ملت جناب علی محترم امام علی رحمان درباره آبادکاری و سازندگی ما امروز بیمارخانه مذکوره که در اساس دستورهای هدایت‌های جناب علی در همین جماعت فندریو گشوده شد با تمام تجهیزات حاضر زمان تجهیزات دیده شد و مردم ما بسیار منتظر هستند. شکرانه جناب علی، شکرانه پیشوای معظم ملت میکنند که امروز سلامتی در مرز اول میستد و شکرانه میکنند که ما همین پیشوای معظم داریم. در آشیانه‌های یکم و دوم بنا حجره قبول، معالجه، تولد، جراحی، بسته‌بندی و داروگذرانی، اینچنین حجره بیماری‌های کودکانه و همشیره شفقت موجود میباشد. بیمارخانه به ساکنان دهه‌های حیرانبید، مخشوت، توده، دیجیک و ستاق خدمت میرساند. همزمان با این 14 نفر با جای کار و معاش خوب تامین گردید. 11 ایول президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба вилояти суғд ба шаҳри панҷакент ташриф оварданд. нахуст сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳоти лоиқ шералии шаҳри панҷакент бинои нави муассисаи таҳсилоти томактабии нилуфарро мавриди истифода қарор доданд. 11 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба вилояти суғд ба шаҳри панҷакент ташриф оварданд. нахуст сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон